در این درس خصوصیت‌های دیترمینانت رو دیده می‌بریم. این خصوصیت رو دانستن مهم است. کار شما آسان کردنش ممکن برای وقتی کار می‌کنید دیترمینانت ها رو. مثلا یکم خصوصیت چی است از قاعده‌ای که ما پیش نخونده بودیم. اگر یگان قطار یگان ستون شما به 9 برابر شود، اگر همش به 9 برابر باشد، دیترمینانت شما یک بار 9 به 9 برابر است. مثلا در این سوال می‌بینیم که در این قطار در این ستون هم عدد 9 است، دیترمینانت یک بار 9 نوشته می‌توانیم. این یکم چی است؟ این خلاصه که ما از قاعده برآمدیم. دوم چی شدنش ممکن؟ اگر یگان قطار یا ستون یک خیلی باشد، دیترمینانت شما به 9 برابر است. دیترمینانت به 9 برابر می شود. مثلا در اینجا می‌بینیم در این مثال قطار یکم و قطار سیوم یک خیلی هستند. این دیترمینانت یک باره به 9 برابر است. نوشته میتونیم. سوم خصوصیت چی باشد؟ اگر یگان قطار یا ستون دو قطار یا دو ستون ضرب شونده یکدیگر باشد، کرتی یکدیگر باشد، دو قطار یا دو ستون در اینجا دو قطار یا دو ستون کرتی یکدیگر باشند چی می شود؟ دیترمینانت به 9 برابر می شود. در این سوال مثلا چی است؟ کدام مثلا ستون یکم و ستون سیوم ضرب شونده دو مراتب یکدیگر هستند. مثلا اگر یکم ستون رو با -2 ضرب کنم، سیوم ستون رو به دست می آوریم و دیترمینانت این به 9 برابر است. مثلا در یک چند مثال با دیده برایم. مثلا این دو مثال ماتریسه داده شده است. دیترمینانت رو کار کنید میگن دیترمینانت A 3 به 3 است. کار کرده میدونیم، قاعده رو میدونیم، لیکن از کد دیترمینانت ها استفاده برده ما این رو تست کار کرده میتونیم. چرا که میبینیم یکم و سیوم قطار یک خیلی هستند، دیترمینانت به 9 برابر است. میتوانید این رو سنجید. در این سوال، در سوال نوبتی اکنون از ما میپرسد دیترمینانت این ماتریسه به چی برابر است. شکلی که ما دیده میتوانیم یکم و دوم و چهارم قطار ضرب شونده یکدیگر هستند. اگر من دوم قطار رو با 3 ضرب کنم، قطار چهارم رو به دست میگیریم و از اینجا یک بار گفته میتونید دیترمینانت به 9 برابر است. شکلی که میتونیم یگان 9 نیست، یک تا 9 هست، یعنی با روی درست کار کرده میشود. لیکن اگر شما این خصوصیت رو دانید و درک کنید، دیترمینانت یک بار یافته میتوانید. یعنی در اینجا قطار 2 و قطار 4.